سلام، امیدوارم حالتون خوب بشه. ما تو بحث توان ها داریم اگه آ به توان منفی n باشه میشه 1 به روی آ به توان n. اینجا یعنی توانمون چی میشه؟ مثبت. خب حالا مثالش به ما چی میگه؟ میگه که اگه 5/3 به توان منفی 5 باشه میشه چند؟ میشه 3/5 به توان 5. خب یه دونه دیگه هم مثال حل کنیم. میگه اگه 5 به توان منفی 2 باشه میشه چند؟ میشه 1/5 پرانتز به توان 2 یا پرانتز یا 1/5 به توان 2. هیچ فرقی نداره، دوتاشم درسته بنویسیم.